دکتر بابایی زاد. میخواستم بپرسم که چطور میشه که آدما گاهی وقتا نسبت به هم دیگه شفقت ندارن. فردی میتونه شفیق باشه که درک بکنه زندگی با درد توامه، هم برای خود و هم برای دیگری. در واقع فرد شفیق از درد زندگی فرار نمیکنه یا اونو تبدیل به رنج نمیکنه. اگر بپذیریم که زندگی توامه با درد هم هست، گل خار هم داره. در واقع شفقت ورزی پذیرش این مفهومه که گاهی اوقات خودمون، دیگری و آنچه که هست دردمندانه دچار ناکامی میشه. درسته که ناکامی خشم ایجاد میکنه، ولی اگر بپذیریم که درد مؤلفه ای از زندگیه، دیگه اونو تبدیل به رنج نمی کنیم. رنج موقعی حاصل میشه که ما در مقابل درد رایج زندگی مقاومت کنیم. این مقاومت میتونه این باشه که بگم برای من نه، چرا، نباید، هرگز من این درد رو بکشم. بنابراین اون درد در طول زمان رنج رو حاصل میکنه و رنج ویرانی. اگر افراد بتونند با شفقت به هم نگاه کنن و بپذیرن که درد مشترکی به واسطه انسان بودن دارن، اون موقع است که با مهر و عشق و اصالت بیشتری با هم روبرو میشن. هنگامی که ما ناکام میشیم و امیدی به کامیابی نداریم، اون درد رو تبدیل میکنیم به رنج، چون مقاومت میکنیم. خوانده بودم درد بر میبندد آخر، وقت رفتن عاقبت با مونسی یا همدمی یا محرمی. تازه فهمیدم که از هر درد میماند کمی، منشأ خلق اثر درد است و بس، مادر عشق و هنر درد است و بس.